سلام رفقا، به کانال من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام 5 تا فیلم ایرانی خفن و درجه 1 دیگه بهتون معرفی کنم که هر کدومشون دغدغه‌های مهمی دارن، از رابطه‌های انسانی گرفته تا دغدغه‌های اجتماعی. خب بریم سراغ معرفی اولین فیلم. اولین فیلم که توی این ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته آقای وحید جلیلونده که توی این فیلم نوید محمدزاده، هدیه تهرانی و امیر آقایی فوق‌العاده بازی کردن و قصه فیلم در مورد وجدان، قبول کردن اشتباهات و مسئولیت پذیری. فیلم قصه تلخ و سنگینی داره اما خیلی تاثیرگذاره و پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینید. علت فوت ننوشته، فقط نوشته تعب شدید داشته. 3 صبح تو راه بیمارستان تموم کرد. بچه کیه؟ بچه یکی از آشنام. ببینید اون چیزی که ما تو نتیجه تشریح داریم آزمایشگاه هم تایید کرده یه نوع مسمومیت غذایی. بچه‌م کشتی. قیزم میگه دلم میخواد. والله هست. نمیدونستی گو خوردی آوردی. بابا دهیوس حرومزاده گفت سالم. سالم بودم واسه چی مفید داد؟ میگم نمیدونستم به والله. حرومزاده بچه‌م مرد. کاوه تو بعد چیزی به من بگی نمیگی؟ من پریشب با اینا تصادف کردم. تو مگه چجوری زدی به اینا؟ درست یادم نیست ولی وقتی نشوندمش رو بلوک تعادل نداشت. چیزی نشه بابا. ببین دست تو. ای پشت سر شما دید من احمق نفهمیدم. چرا ممکن اون بچه تصادف مرده باشه؟ در صورت شما خودتون زیر مجموعه دستگاه قضا هستید. میدونید که اظهاراتتون اقرار به حساب میاد. این شد نگهش داد. خب فیلم دوم فیلم ورود آقایان ممنوع ساخته آقای رامبد جوان با بازی بامزه رضا عطاران و ویشکا آسایشه. قصه فیلم راجع به یه مدیر مدرسه دخترانه هستش که هیچ مردی رو به مدرسهش راه نمیده و کلا از مردا بعدش میاد و مرسدسه، اما برای یکی از درس‌هاش مجبور میشه که یه معلم مرد استخدام کنه و ماجرایی پیش میاد که واقعا کمدی و خنده داره. این فیلم حس و حال خوبی داره و باعث میشه حالتون خوب بشه. پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو ببینید. من به خاطر شما 4 نفر قانون مدرسه‌مو زیر پام گذاشتم و اجازه دادم یک مرد خودش تو مدرسه بذاره. اگر مشکلی پیش بیاد، حالا هر چی، بلافاصله ایشون رو از مدرسه با تیپا بیرون میکنم. تو فکر می‌کنی نامزدی چیزی هم داره؟ حتما داره. همچین تیکه مگه رو زمین میمونه؟ سلام. اجازه میدی برسونیمتون؟ مابنده این؟ آره آقا خوشگله. حالا کجا می‌خوای بری؟ ببخشید آقا. بله. شما زن داری؟ نه خیر. سلام آقای جبلی. چرا نیومد؟ رفته دستشویی. دستشویی؟ کدوم دستشویی؟ بچه بدی کار کنم خانم دارابی عاشق شه. دارابی اصلا امکان نداره. صفحه 104 چطوری میشه که جبلی به دارابی نخ بده؟ من باید این توکیسو کنار هم ببینم تا بتونم نظر کارشناسا رو بدم. بفهمید پرتقال. بد نکنم. با فکر بد بکنم مگه بده؟ لطف دارین. جبلی گلوش پیشت گیر کرد. بله. عرض کردم دوستتون دارم. عاشقتون. این حرکات چیه آقای جبلی؟ فیلم سوم فیلم رگ خواب ساخته آقای حمید نعمت‌الله با بازی عالی لیلا حاتمی و کوروش تهامی. قصه فیلم در مورد یه زن آسیب دیده هستش که توی یه رابطه عاشقانه غرق میشه و کم کم رو به نابودی میره. یه قصه عاشقانه تلخ و غمگین داره و خیلی فیلم قابل تأمل و تاثیرگذاریه. پیشنهاد میکنم که این فیلم رو حتما ببینید. آرامش شما از همه چی مهمتره. آرامش من در تمام عمرم چنین ترکیبی رو از کسی نشنیده بودم. برای اگه چیزی لازم داشتی حتما به من زنگ بزنید. زنگ نزنید ناراحت میشم و منو ناراحت نکن. قابل اعتماد، زیباترین و برازنده ترین مردی که دیده بودم. دقت کردی آدما تو ارتباطشون از یه جای ناخودآگاه به جای شما میگن تو. چیزی داشت شروع میشد که ناشناخته بود و هیجان انگیز. از انتهای کلمات، از انتهای رویا فریاد میزنم دوستت دارم. سرانجام اتفاق افتاد. سه‌شنبه ساعت 10 صبح هیچ چاره‌ای جز عاشق شدن برام باقی نبود. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک. وای نه، نمیتونستم. نه، قلب من طاقت این همه خوشبختی رو نداشت. هر حال شبیه واقعیت نیست. مثل رویاست. شبیه خوابه. گریه کن. حالا تاسه میش برم بخند. کاش بهش میگفتم دنیا در بود و نبودش چقدر فرق میکنه.
فقط تو رو میخوام. برای تو دلم تنگ، اما بازم باید صبر کنم. فیلم چهارم فیلم طعم گیلاس ساخته آقای عباس کیارستمی و با بازی آقای همایون ارشادیه. قصه فیلم در مورد یه مردی هستش که از زندگی خسته شده و دنبال یکی میگرده که بعد از مرگ دفنش کنه. فیلم یه فیلم مینیمال و فلسفیه که در مورد مرگ نیست و در مورد انتخاب زندگی. این فیلم برنده جایزه نخل طلا از جشنواره کن هم شده و فیلم قابل تأملیه. پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینید. پا شدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین، میرم قال قضیه رو بکنم، میرم خودکشی بکنم. توتستان بود بغل خونه ما، تناب هر قرار می انداختیم گیر نمیکرد. رفتم بالا تناب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم. توت، چه توتی شیرینی، شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم. یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه، آفتاب زده بالای کوه رفیق. چه آفتابی، چه منظره، چه سبززاری. یه وقت دیدم صدای بچه ها میاد، گفتن آقا درخت تکون بده. ما هم درخت تکون دادیم، اینا خوردن. من که میکردم یه توت ما را نجات داد. یه لحظه قبل اینکه فیلم آخر رو بهتون معرفی کنم ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و اگه به سینما و ویدیوهای معرفی فیلم علاقه‌مند هستین کانال من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی معرفی فیلم رو از دست ندید. و آخرین فیلمی که توی این ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم فیلم دایره مینا ساخته آقای داریوش مهرجویی با بازی فوق‌العاده آقای عزت الله انتظامیه. قصه فیلم در مورد یه جوونی هستش که برای درمان پدرش میفته تو بازار فروش غیرقانونی خون. فیلم در مورد فقر و بی‌عدالتیه و فیلم تکون دهنده و غم انگیزیه. پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینید. بله ببین آقا، ببین حسین برمی‌داری میری قهوه‌خون رستوچی. حسین کو حسین میری اونجا رستوچی و معزولفی های منفی هم میشناسیشون که؟ بله میشناسم. دو تا شیشه خون ازشون میگیری مثل شستی برمی‌داری میری رئیس‌خونه. حسین ماشین میرونه. حسین جنگی میری ها. بری میرم چند تا خراب می‌کنی. تو باید تمام کاراتو ول کنی و فقط تو مؤسسه من کار کنی. یعنی چی کار کنم؟ یعنی فقط تو کار خون باشی. نه آقا، اتفاقا اینجور کارا واسه جمع کردن مشتری خیلی لازمه. وقت طرف میشه. نه آقا، هر جور باشه میرسم. حتما. ای به دستک. خب اینم از معرفی 5 تا فیلم درجه 1 ایرانی. اگه نظر یا پیشنهادی دارید حتما برام کامنت کنین و اگه این فیلم‌ها رو دیدید نظرتون رو راجع بهشون برام بنویسید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. پیشنهاد می‌کنم حتما برید ویدیوهای قبلی رو هم ببینید چون اونجا هم کلی فیلم خفن بهتون معرفی کردم. مخلصین.